خوش آمدید به ورزشگاه شهدای شهر قدس که در چارچوب یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته دوم لیگ برتر خلیج فارس تیم‌های استقلال و ذوب‌آهن به مسافه همدیگه خواهند رفت. میتونه در ترکیب استقلالیا قرار بگیره. پاس نرم سمت چپ موقعیت هست برای استقلال، اونجا توپو کنترل کرده، یه بازیکن به استقبالش میاد رو تیر دو، موقعیت برای استقلال و توپ از کنار دروازه به بیرون میره، ضمن اینکه بازیکنان ذوب‌آهن رو توپ تاثیر گذاشتن. پدرام قاضی‌پور بود که توپ به بیرون زد. کوشکی حالا سمت چپ استقلالی دارن اضافه میشن، ابوالفضل جلالی اوورلپ کرده میاره تو عرض، کوشکی شوت میزنه به سمت دروازه، باز کنار دروازه به بیرون میره. رفته رفته یه موقعیت نصف و نیمه ای تو دروازه داره ایجاد میکنه. ابوالفضل جلالی از سمت چپ نفوذ کرده، کوشکی آفساید هم نیست اما توپ رسید به سحرخیزان داخل محوطه جریمه. ضمن اینکه در موقعیت آفساید قرار داشت سحرخیزان، کوشکی تو آفساید نبود. اگر هدف پاس کوشکی بود تو آفساید نبود. سحرخیزان ضربش هم خوب نزد، تو خوب کات نگرفت. دورخیز زیاد بازم به همه حالت نمایشی تو بلند میاد به داخل محوطه جریمه. روزبه چشمی پشت محوطه جریمه، این ضربه با پای چپ و دروازه استقلال باز میشه. ضربه پای چپی که واقعا هم سخت بود مهار این تو شلوغی محوطه جریمه، خیلی دید کافی هم نداشت آنتونیو آدان و این ضربه که زده شد و دروازه استقلال باز شد. جلالی مثل همیشه اوورلپ کرده، توپ هم دریافت میکنه، موقعیت برای استقلال هست، خیلی بلند بود این توپ. باز هم کورنر برای استقلال. گرفتن استقلالی، علیرضا کوشکی چه پایی عوض کرد. علیرضا کوشکی موقعیت برای استقلال، کاش توپو روزبه چشمی برای بازیکن همتیمی و میبره سمت راست. اونجا امیرحسین جدی به توپ رسیده، موقعیت هست برای بازیکنان ذوب‌آهن. ارسال، این ضربه سر و گل دوم برای ذوب‌آهن. دو موقعیت جدی رو ایجاد کردن روی دروازه استقلالی ها و دو گل به همراه داشت برای تیم اصفهانی. حساب کار 2-0 میشه. ضربه سر رو حسن شوشتری زد اگه اشتباه نکنم. رامین رضاییان ضربه رو بلند میفرسته به تیر دو، از همه عبور کرد. کوشکی توپو در اختیار گرفته، یه ضربه بسیار زیبا، چه گلی زد علیرضا کوشکی. هر دو تیم دارن فوتبال بازی میکنن و تقریبا هم میتونه بگیم پرگل بوده. 30 دقیقه 3 گل، خیلی قشنگ زد. اصلا پارسا جعفری نتونست واکنشی رو نشون بده. ببینیم با هم زاویه مخالف، پاس با چپ، خیلی پاس خوبی بود. تو رسید باز هم به کوشکی، بازم میاره تو عرض، این ضربه پای چپ سحرخیزان میتونه ضربه بهتری رو به توپ بزنه. در ادامه دیدی اندونگ و داور اعلام آفساید کرد. اونجا این لحظه تعادلش از دست میده بازیکن ذوب‌آهن، مهران احمدی ارسالی که انجام میده به داخل محوطه جریمه و باز کنار دروازه بیرون میره. اونجا توپو میکاره، حسن شوشتری میزنه و گل سوم برای ذوب‌آهن. حساب کار 3-1 میشه. ببینیم با هم ضربه کاشتی زمینی خیلی قشنگ زد. آنتونیو آدان واقعا کارش سخت بود، در برابر ضربات بازیکنان ذوب‌آهن با دقت بسیار بالا زده شد به سمت دروازه این گلر تازه وارد استقلالی ها و سپاهان رو داره. فصل قبل بود که از استقلال خوزستان اومد به این تیم. موقعیت برای استقلال و ضربه دروازه انجام میده یاسر آسانی، یک بریک عالی از پیش رو بر میداره. تو اولین لمسه توپی که داره نازون داخل محوطه جریمه، راه بستس بر میگردونه. حالا اونجا ضربه سر و دروازه باز شد. حساب کار 3-2 میشه با یک ضربه سر. اینجوری کوشکی دروازه رو باز کرد. اینجا کوتاه کار میکنن، ضربه کنه رو رامین رضاییان، زاویه بسته میخواست دروازه
پارسا جعفری رو باز کنه که با هوشیاری این دروازه‌بان در اختیار ذوباهن قرار گرفت. سهرابیان یه پاس برای رامین رضاییان داخل محوطه جریمه، ضربش کم جون بود و با واکنش پارسا جعفری همراه میشه و ضربه کورنر برای استقلال. به توپ ارتفاع میده روزبه، یاسر آستانی تک ضرب نازون، ضربه نهایی رو میتونست بزنه که عالی کار میکنه آرش قادری، خیلی خوب در مقابل این توپ قرار گرفت. ارسال بلند یاسر آستانی توپو عالی کنترل میکنه، پارسا جعفری هم از دروازه خارج شده، توپو گرفت ازش پارسا جعفری، خوب حرکت کرد اندو. این پاسو ببینیم آفساید هم اصلا نبود، کنترل توپش خوب، ضربه توپو گرفت، اما اگر همراه میشد با این که امیرحسین جدی پشت سر میسابونه، موقعیت برای ذوباهن که توپی گرفت آنتونی آدان، عجب توپی گرفت، یه ضربه یه کات داره دیگه، امتیاز بگیره واقعا باید مدیون آنتونی آدان باشه، چقدر خوب کار کرد، چه فاصله کمی و با چه ضربه بالایی توپ اومد به سمت دروازه استقلال و با پای چپش توپو برگشت داد. ارسال بلند نفوذ کرده رامین رضاییان، ضربه سر رامین رضاییان، 3-3 مساوی در دقیقه 94 استقلال امتیاز میگیره از این مسابقه. انقدر اصرار داشتن به توپای بلند تا بالاخره جواب گرفتن. روی ارسال بلند ضربه سر رامین رضاییان دروازه پارسا جعفری برای سومین بار باز میشه. چه فوتبالی دیدیم، چه مسابقه ای شد. ایستاده دارن بازی رو دنبال میکنن تو این دقایق پایانی. یه نفوذ دیگه از رامین رضاییان، ارسال و در اختیار پارسا جعفری قرار گرفت. پرتاب برای ذوباهن. به هر حال در نظر بگیرید که بازیکن‌ها بیش از 90 دقیقه دویدن و این اشتباهات هم تو این دقایق طبیعیه و سوت پایان مسابقه تساوی 3-3 بازی تیم‌های استقلال و ذوباهن. یه بازی بسیار جذاب و تماشایی رو شاهد بودیم. امیدوارم تماشای این مسابقه لذت برده باشید. تا دیدار دیگه که در خدمت شما عزیزان باشم، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.